امروز یک چیزی را پیشکشتان میکنم، با دقت گوش کنین و خیلی احتیاط کنید که ضرر زیان زیاد دارد. انسان هایی که نماز میخوانند، انسان هایی که روزه میگیرند، انسان هایی که خیر سخاوت میکنند، اما چیزهای بی معنی را تماشا میکنند. آیا تو بخبر هستی؟ آیا بخبر هستی که نمازی تو دروغ است، روزه تو فریب است، خیر سخاوتی تو همه بیکار است؟ امروزها در مردم ما و شما اوج گرفته ایستاده است. یک چیز به معنی را تماشا میکنه، با دیگر جورهاش روان میکنه. فراموش میکنه که هر کسی که تماشا کرد گناهی آن در نامه اعمال تو هم نوشته میشود. میگویم من مسلمان هستم، نماز میخوانم، روزه میگیرم، اما چیزهای فحش و فاحشه را تماشا میکنه. الحال ما ضررهاش به شما میفهمانم که چه ضررهایی دارد. انسان هایی که پورنو تماشا میکنن، چیزهای به معنی تماشا میکنن، ضررهاش ببینین. یکم ضرر این انسان را شهوتش را گم میکنه. انسانی که در جوانی بسیار همه خیل چیزها را تماشا کرد، بازن تا 40 سالگی خواب کرده میتواند. و ما و شما تماشا میکنیم، یک چیز به معنی را تماشا میکنیم، میگویم این بدبخت بوده است، این روسیا بوده است. بدبخت ما و تو را میگن که این چیزهای به معنی را تماشا میکنیم. اونها بدبخت حرام هستند. ما و تو چی؟ ما و تو مسلمان هستیم، چیزهای به معنی را تماشا میکنیم، باز گرفته با دیگرها پهن میکنیم. اگر که تو نماز میخوانی، روزه میگیری، خیر میتی، این خیل چیزها را تماشا نکن. آنها یگان به تو فایده نمیکنه. اگر که تو اینها را که تماشا کردن میخواهی، نماز نخوان، روزه نگی، خیر سخاوت نکن. ما و تو از آنها چی فرقیت داریم؟ آنها کردند و ما و تو تماشا کردیم، ما چی فرق میکنیم از آنها؟ زنا میکنه میگم مسلمان هستم، عرق میخورم میگم مسلمان هستم، دروغگویی میکنه میگم مسلمان هستم، دزدی میکنه میگم مسلمان هستم، چیزهای بی معنی را تماشا میکنه میگم مسلمان هستم. تو کجا مسلمان هستی؟ آیا تو نمیدانی مسلمان کیست؟ مسلمان پرهیز کننده است و مسلمان در راه حق است. نمازت برای تو فایده ندارد، روزت برای تو فایده ندارد، خیر سخاوتت یگان مایده فایده نمیکنه اگر همین خیل چیزهای بی معنی را تماشا میکنی. این پورنو ارتیکایی که تماشا میکنی، یا فراموش نکن این بدبختی و رسیاگی بر سرت میاره، فیض برکت از خاندان دور میکنه، دایم غم و اندوه را در سرت میاره. این چیز از مسلمان نیست. وقتی که تماشا میکنی ختم مسلمان نگو. الله مهربان هر یکی ما و شما را هدایت بکنه. این را یک برادر خواست، گفت بسیاری برادران، بسیار از جوره های من همین خیل چیزها را تماشا کرده و به دیگران پهن میکنند. در همین یک صحبت بکن که از همین کارشان من شوند. آخه این که تو بدبخت هستی، چرا دیگرها را بدبخت میکنی؟ انسانی که زنا تماشا میکنه او را زناکار حساب کنید. باز هم میگم یک نقطه بس است اگر شغور است، ورنه چو چراغ پیش کور است. برای آدمی بافم یک کلمه بسنده است، برای انسانی کور اگر چراغ هم بیاری اون کور است نمیبینه. الله مهربان هر یکی ما و شما را هدایت کند به راه صراط المستقیم و دعا را در حق ما فراموش نکنین و دعا میکنیم که الله مهربان همه ما و شما را نگهبان باشه و همه ما و شما را از این گناه ها باز بدارد. باقی در امان الله باشین. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.